درود و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 22 ایون از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانونی را اصلاح کردند که بر طبق آن اعضای حکومت پیش از اجرای وظیفه باید به نام رئیس جمهور قسم یاد کنند. طرح نوی قانون درباره حکومت تاجیکستان روز 22 ایون در مجلس نمایندگان قبول شد و در این سند از منصبداران بلندپایه خواسته می شود از ضمن قسم به رئیس جمهور همچنین قول بدهند که تمام قوه خود را برای رشد و انکشاف و بالا بردن آبروی تاجیکستان صرف می کنند. خود وکیلان پارلمان هم باید چنین سوگند بخورند. کلمه سرقانون خارج کرده می شود از این قانون و از همه مهمش که ماده 9 یعنی ماده 3 پریم 1 سوگند عضو مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان متن سوگند آورده شده است. در قانون پیشینه درباره حکومت تاجیکستان قسم یاد کردن به نام رئیس جمهور وجود نداشت. 6 ماه پیشتر از این مجلس نمایندگان با قبول قانون رئیس جمهور امام علی رحمان را پیشوای ملت اعلام کرد و بر اساس آن قانون رئیس جمهوران آینده تاجیکستان هم باید مطابق به هدایت و توصیه‌های پیشوای ملت عمل کنند. منتقدان دولت این قانون را مخالف به ارزش‌های دموکراتی می‌دانند. 10 نفر از ساکنان شهر دوشنبه بعد دیدن نخستین فروشگاه بزرگ فرانسوی آمدند و نوبت‌های دراز نیز در نزد دروازه فروشگاه تشکیل شد. فروشگاه بزرگ و یا گیپرمارکت اشن واقع در نزدیکی بینای تلویزیون تاجیکستان روز 21 ایون با حضور رئیس جمهور امام علی رحمان باز شد. فروشگاه تابع گروه شیوری فرانسه در مساحت 5000 متری مربع نخستین گیپرمارکت اشن در تمام آسیای مرکزی است. این شرکت در سراسر دنیا بیش از 3000 فروشگاه دارد. نمایندگان شرکت گفتند در فروشگاه محصولات گوناگون و با قیمت دسترس برای ساکنان تاجیکستان به فروش گذاشته می شود. Oui, bien sûr. On a étudié le marché pendant پیش از آمدن یک سال ما به آموختن بازار محلی مشغول بودیم. مدت 2 سال است که من در تاجیکستان زندگی دارم. ما در همکاری با حکومت کشور و شرکت‌های محلی این کار را به راه ماندیم. من درباره نرخ و نوای دیگر بازارها چیزی نمیگویم، ولی مقصد ما روشن است که به خریداران محصولات با صفت و دسترس پیشکش می‌کنیم. qui sont conservés dans de très bonne qualité à des prix les plus faibles possibles. بانک اروپایی بازسازی و رشد برای بنیاد این فروشگاه 5 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز 21 ایون از مردم کشورش خواست به طرفداری ماندن بریتانیا در هیئت اتحادیه اروپا رای بدهند. با گفته دیوید کامرون رایپرسی در بریتانیا سرنوشت غرب را معین می کند. مردم بریتانیا روز 23 ایون در رایپرسی عمومی تصمیم می گیرند که کشورشان در هیئت اتحادیه اروپا بماند و یا از آن خارج شود. بریتانیا سال 1973 به این اتحادیه همراه شد، ولی اکثر مردم چنین احساس دارند که اتحادیه اروپا استقلال کشورشان را گرفته است. طرفداران ماندن میگویند از اتحادیه اروپا جدا شدن برای بریتانیا بسیار بد است. یکی از دلایل اساسی طرفداران ماندن بریتانیا این است که خروج از اتحادیه اروپا جهیدن به یک تاریکی است. ما نمیدانیم آینده چی می شود، برای همین باید بمانیم. صحبت کامل در این باره در وبسایت azadi.org. یک مؤسسه سازمان ملل به اجرای برنامه در تاجیکستان شروع کرد تا برای مهاجران سابق کاری در داخل کشور جای کار مهیا شود. نمایندگان برنامه آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل روز 22 ایون به رادیو آزادی گفتند بر اساس برنامه نو مهاجران رانده شده از روسیه می توانند برای صاحبکاری یا کشاورزی تا $5000 کمک مالی بگیرند. با تشکیل شرکت‌های نو ما عائله‌های مهاجران اخراج شده را از وابستگی اجتماعی به دولت رها می‌کنیم. ما همچنان امکان می‌دهیم که از حساب درآمد علاوگی این عائله‌ها رشد نموده نیک و احوالیشان را بهبود بخشند.
داوطلبان باید طرح‌هایی را پیشنهاد نمایند که برای تامین منظم خانواده در آینده مساعدت کند. سهم مالی خود صاحبکار یا مهاجر برای اجرای طرح حتمی است. تا کنون از روسیه بیشتر از 300,000 مهاجر تاجیک را راندند و آنها حق ندارند تا 5 سال به آن کشور برگردند. بسیاریشان به سختی در داخل تاجیکستان جای کار می‌یابند. ماموران ملیسا در پایتخت قرقیزستان به عملیات بازداشت تنفروشان در این شهر ادامه می‌دهند. روز 20 ایون به گفته مقامات در خیابان‌های بیشکک 20 دختری را دستگیر کردند که در عوض پول با مشتریانشان همخوابه می‌شدند. پیشتر از این سمت قرمانقلوف سردار ریاست امور داخلی شهر بیشکک امر داد تا در یک هفته تنفروشان را به قول او از شهر بیشکک بردارند. در قرقیزستان تنفروشی بر طبق قانون ممنوع نیست و این دختران را که با گفته خودشان از ناچاری تنفروشی را پیشه کردند با گناه اوباشی جزا می‌دهند و اکثرا جریمه می‌کنند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.